سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه چنل من. بچه‌ها امروز اومدیم به روال همیشه، یک سایکو نخندیه یار خوب داشته باشیم به همراه مجازات چک زدن. یعنی میخوام خودمون رو بزنیم، یعنی مجازات خدازاری میخوام بکنیم، جوری تق بزنیم خودمون. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه برای حمایت از من و بدون معطلی لیتس گو برو بریم. بچه لبخند اب نداره، یعنی حد اب نداره، ولی اینجور شد دیگه باختیم دیگه. هر خنده برابر است با یک چک زدن و برو بریم. لیتس گو. میگن خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ نه. پشتش به ماست. ایوه وقتی وسط دعوا تازه چاقو رو در آوردی و یهو یکی بین جمعیت میگه آقا سر بود. نه من دلت بسوزه، دارم با مامانم میرم سوک بخرم. تو علوم پایین آسمانی 19 گرفتم، مامانم واسم بستنی زمستونی خرید. خدای شکر. دوستان فحاشی نکنید، مادرم گوشیمو چک میکنه کتکم میزنه. فحاشی کردید مامانم دید. واسم سیدی بنتن نمیخره. خیلی سمبو چیه بودین؟ این چی بود؟ بعدی من شما با هم همسن شما چه سالی هستی؟ من یکی بودم. اوس جواد کیست؟ بله همین سوالو میکنن چرا مادرت پیر نمیشه؟ میگم ما مادر پسر به هم رفتیم. در خدای رمز جوانی چی عزیزم؟ 2352 تموم شد. خوشبختانه تموم شد. اندار نبود. بعدی این چیه دیگه؟ What the fuck؟ اوی خیلی سم بود، ریدم. من آبجیتم. خیلی خوب، الان میام با عکس میگیرم. واسه جای نریا، میام 5 6 تا قطعی باهات میگیرم. الان میام. چطور بود؟ دوست عالی بود. قربونت برم. فقط یه توصیه. هیچ وقت دیگه به یه مرد نگو من فن آبجیتم. حالا من هنرمند فرهیخته‌ای هستم، فراموش میکنم. ولی احتمال داره یه بار دیگه بری به یه مرد دیگه بگی من فن آبجیتم، یهو بگیرتت بزنه تو گوشت. حاجی خدا بشه منفجر میشه. آقا خندیدین برو بریم. خب چر میکنیم. خب محکم بزنم. نمیدونم صداش میاد ولی امیدوارم صداش بیاد شما بفهمید. آی ریدم. بعدی بریم. به قرآن مجید، به حضرت علی، به حضرت عباس قسم. خب من پاس برسه به توپ برسه به پاس، عمره دیگه به شما دو تا پاس بدم. چی میگی؟ اگر بزرگ شید به این تیم ملی ایران سر یه ژاپن به جای اینکه 3 تا گل بخوره مثل اون بازی ایران 14,000 تا میخوره بعد تمام. چی میگی؟ اصلا چی میگی سید؟ تو مسی آقا تو انگلیسی بلد میشین؟ خوب بلد میشین باشه. لباس بارسلونا داریم باشه. وایسا لباس بارسلونا داریم انگلیسی هم باشه. انگلیسی میخونی باشه. دیریشه ولی تو بزرگشی مربی مسی نیست. مسی مرده، مسی فوت شده. ایوه حال شادونه خوننگ به جایت خونه صدا سیما از سال 1372. سلام
وای 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 دارم میترکم. بزنید و شادی کنید امشب شب باغ سبز یه قنچه لکه چه خوشگل و با نمکه تولدش مبارکه مبارکه. بریم بعدی. اینو دیدم آجی. میگن گلپری اولی دل میبرم از هر کس. جون عجب میمونی بود. گنگ بمریم. اصلا ببین توی وای باز این خیابونی یا میبازیم دیگه. یه حالت سوم وجود داره. چیه؟ مساویه. خیلی از مساویام یا باخته یا برده. یه تیم مساوی میکنه میره بالا، یه تیم مساوی میکنه میبازه. درسته؟ پس یا بازم برده یا باخته دیگه. ورزش همینه. داداش اینا چیه؟ سمی what the fuck. ببین خیلی گنگ بود. دیدم یارو ریده تو خوده. این نومینه پاتریزت بی تو سانتی و کار شد؟ اینجا جنگل نشی اینجا نصفش. وای 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 چی بود این آخه؟ تبدیل تضمینی خیار به شیار. هستیم را کشیدی من ندیدی. داداش هیچ چی نمون ازت. تعارف خارجی ها. ببین اینو گوش کن. گوش کن. نه گوش کن. آقا ببین آقا عزیزی ببین دقیقاً من اینو ببین نه به خدا ببین من حساب اینا ببین من حساب کنم. آقا اینو لطفاً ببین بابا من تو تعارف کنم. آقا من بابا کاری ندارم. وای وای بعدش بود وای 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 اندازه بود ولی ما نخندیدیم. بعدش خندیدیم. بار بریم بعد. من یه صحبتی بگم. من اگر از خودم تعریف نباشه من فکر کنم دیگه مثل من نمیاد. ایوه وقتی میخوای به کراشت خودتو توضیح بدی. فکر نکنم دیگه بیاد همچین کسی دیگه. من اگر از خودم تعریف نباشه واقعا نمیاد. گنگ بالاست. اسپایدرمن داره ترک شد چون همه شبا بتمن میشن. دور اسپایدر بودن تمام شده.
داشت چالش چیز نداری؟ چالش؟ چرا؟ یکی بریم. اگه اون زغالگردون رو با 360 با سرعت 360 کیلومتر به چرخونی به 200 تومن جایزه میدم. چی؟ اگه اون زغالگردون رو با سرعت 360 کیلومتر در ساعت به چرخونی به جایزه میدم. 200 تومن جایزه میدم. اینجا سرعت شمار که دیگه نداری. کیلومتر کنی داداش درست رنگ بله. خب تعبیر این خواب چیست؟ فاک افتاد دنبالش دیدم. جای دنیا باشی پیدا میکنم. اوی چی بیشتر سعی کن نترسی بود ریدم. رفیقم وقتی دختر میبینم داداش تو دیگه خیلی زده بود این اصلا. برداشتن گام‌های بلند در زندگی با تنبان کردی بدون جرت و پرت و خشک پارگی. یک کناگه بنشینید و بلند شوید و از بار نشیدن خشتک لذت ببرید. بسیار جادار. چرا الان همین چیز ساده‌ای باید خنده‌دار باشه؟ یکی از پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا با قیمت باور نکردنی فقط 198,000 ریال منتظر محصولات بعدی ما باشید. بدرود عزیزم. شمس آغون قاتل دعا بکن او یه سرطابا بیده بلا بیده میپره پره مطیره میبرنی چه عروسکی تو که ملوسکی چشات وای چیزی که رفیقم ساعت 3 شب میفرست. عزیزم تو بیا با من خندیدم خندیدم بیا اب نداره. خب برو بریم سراغ چک. آماده یعنی چی؟ آخ خدایا هیچی مجازات تخمیه. صدای پسر رو پشت تلفن با دوست دخترشون. آفرین دقیقا همین رو میخواستم بگم. دقیقا ببین بیبی من امروز اومدم سورپرایزت کنم برات یه هدیه خوب دارم. خودت آماده کن میخوام اشغال کنیم. آره شیر خر مرز چه سمی بود. حق بود ولی دیگه در از کار چشمات کسی دیدن نیبود. بله بوری شدن. زلیخا شد احمدی نژاد یعنی چی؟ برو بریم شک بعدی. آماده میکنه این بازی کن. خیلی درد گرفت. وای نه به این نمیخندم. امان از این پاتنگا آبین با دیدینگا نه بعدیم داده چه اجازه ایسته نمیدم کلای ندارم نمیدم
بله خیلی منطقی بود، خیلی منطقی بود. بریم بعدی. ایران ارزونیه. بلند بگو ایران ارزونیه بشنوم. بلند. ایران ارزونیه. آه خدایا شکرت. خدایا باش فیلتر چکانم وصل نمیشه تا اینو ببینم. که تو این کشور نانازم بهترین کشور دنیاست. بله بهترین کشور دنیاست. سورپرایز وزیر فوق العاده بود. چه حسی بهت دست داد از این سورپرایز؟ پشمام ریخته از این همه امکانات. احسنت به شیری که تو رو خورد. حالا بگو آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بگو آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یارانه نگرفتی مگه؟ بلند بگو آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما داریم از خوشی پاره میشیم. تحریما به یه ورمون هم نیست. ماشاءالله اکبر. دیگه چی؟ گوزه 44 تومنه، بنزین 3 تومنه، دیرسوزه تازه. تو رو باکاری من هم آزاده. پس چی میگن اینا؟ جرونیه دشواری همش. دشواری نداریم. ماشاءالله اکبر. تق نمیذاره مگه؟ همه سالیه. میگیره دل بمونه اگه کسی ببینه. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. 3 بار خندیدیم، چک‌های اسلامی خوردیم. امیدوارم که ویدیو خوبی شده باشه و لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه برای حمایت از من و برای سعی کن نخندی های بیشتر، جذابتر و با مجازات های بدتر و سمی‌تر. و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.